خب دوست من سلام. امروز هم یک یوتیوب گردی داریم با هم دیگه، ببینیم که این داداشمان میخواد چی درست کنه. شما فکر میکنین این میخواد چی درست کنه؟ ما کلا از این چیزایی که اینا درست میکنن اینا خیلی خوشم میاد، چیزای خوبیه. حالا به شما هم مزرم، ولی خب چی خلاصش میگیرم دیگه که وقت شما رو میگیره. سری میریم سر اصل مطلب. ولی فکر کنم میخواه نردبون درست کنه، اینا رو سراخ میکنه و میشی دقیق کار آشانانه. ما خدا شاید بسید دقیق کشنگ و با نظم، یعنی میل نمیزنه. خدا شاید دسته آشانم کار میکنه. تمام این کارا رو با فلکه انجام میده، ولی اینا آنچنان دقیق و قشنگ کار میکنن که آدم لذت میبره نگاه کنه. اصلا معلومه خارجیه، نمیخواه چیزی بگه. یاد کار خدا وکیلی هر چی رو برمیداره اصلا کیف میکنی به دستگاه نگاه کنی. سوس برچی مالی میخواد بخورش. خدا وکیلی انگار داره عمل میکنه. اینقدر وسایل و اینقدر کارا تمیز و مرتب و کارگاه همه چی خوشگل و اصلا همه سر جاش. هر چیزی نگاه میکنی قشنگ، هر چیزی برمی داره قشنگ تو میگه اتاق عمله بگورا. یعنی جوری داره کار میکنه خب کلیپ میگیره که خب آدم مثل فیلم فرار از زندان نگاه میکنه. حالا نمیدونم شما نگاه کنید، لحظه به لحظه هر یک لحظه یک اتفاقی میفته. آدم حیفش میه که جلو بزنه یا رد کنه. لحظه به لحظهش اصلا آدم حیف میکنه.